بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. خب من یه تحلیلی خیلی سریع بخوام خدمتتون ارائه بدم، کوتاه و سریع، منتها این که بنابراین بر این باشه که زودتر هم بتونیم پاسخ بدیم با توجه به اتفاقی که افتاد و در واقع آنچه که اونها میگن پاسخ اسرائیل، در واقع ما میگیم حمله رژیم صهیونیستی، به خاطر اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد پاسخ بود. اونها اول شروع کردن، هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. اونها به کنسولگری ما در دمشق حمله کردن و هر چی که ما انجام دادیم پاسخ بود. بعد شهید هنیه رو در خاک کشور ما به شهادت رسوندن، باز هم پاسخ بود، یا در پاسخ به شهادت سید حسن نصرالله. هرچند بنده عرضم اینه که اینا هیچ کدوم پاسخ به اون معنی هم نیست، یعنی اینکه اگر تمام صهیونیست‌ها هم به درک واصل بشن، یه بند کفش یه تار موی سید حسن نصرالله هم نیست واقعا برای ما. و فضا هم نباید به اینجوری به سمت پینگ پونگی شدن بره که اونا بدون یه دونه حمله کنن، بعد ما مثلا یه پاسخ بدیم، دوباره اونا منتظر حمله ما باشن، باز دوباره مثلا اونا بخوام بیان به زعم خودشون پاسخ بدن. این فضا اینطور نباید باشه که ما بیافتیم توی بازی که اونا طراحی میکنن زمینش، و هر موقع اونا بازی واکنش نشون بدن باز ما منتظر یه موجی اینجا شکل بگیره که آقا ما پاسخ باید بدیم یا ندیم. یه خورده فضای منطقی و معقولی نیست. ببینید، چون آرام آرام قوبه ها و خطوط قرمز اینجوری کنار گذاشته میشه. حالا من راجع به این حرف میزنم. ببینید، اتفاقی افتاد که همزمان بود، یعنی به دمشق اول حمله کردن و احتمال بسیار زیاد رادارهای اونجا رو اول زدن که کور بکنن، و فیلمی هم که الان اومده و F-15 ها لوپس دارن میرن نشون میده که از آسمان اردن ظاهرا استفاده کردن. خب اینم که کشورهایی که همراهی کردن حتما باید پاسخگو باشن، در این تردید نیست. این مسئولین ما اعلام کردن، هشدارهای لازم رو دادن. به نظر میرسه، محضر شما عرض بکنم که صهیونیست‌ها زمان خریدن تا یک اتفاقی رو رقم بزنن. اونم چی بود؟ ببینید، تمام دنیا با اینا همکاری میکنن دیگه، یعنی اینا به قولی آخرین تکنولوژی‌های دنیا در دستشون. بعد از حمله فوق‌العاده‌ای که در وعده صادق ما انجام دادیم و رادار 500 میلیون دلاری اینا رو زدیم، اینا باید و کور شد اینا چشمشون، برای همچین حمله باید آماده می شدن که پاسخ ما رو بتونن کنترل بکنن. در واقع این بود که از امریکایی‌ها خواستن، امریکایی‌ها آمدن در منطقه و براشون رادارهای تاد رو بیارن. و یه کار دیگه هم که احتمالاً کردن، تحلیل بنده است، محضر شما عرض بشم که اینا سامانه تادی که در قطر هست و در عربستان هست رو شبکه کردن با، یعنی از رادارهای اونجا هم داره استفاده میشه برای رژیم صهیونیستی. حالا این الزامی نداره الزامی کشورها خبر داشته باشن، اونا برای خودشون اگه دارن اینا، اما امریکایی‌ها رو به خدمت اینا در آوردن تا رادار ANTPY2، حتی اسم این راداری که الان در قطر مستقره و سامانه تاده، رادار تاده، اینا همه رو شبکه کردن. تمرین این کار رو قبلا انجام داده بودن. من از دفتری که اونجا بودیم یادمه. خب حداقل باید 3-4 سال پیش باشه، سخنرانی کردم و عرض کردم که اینا تمریناتی رو مفصل انجام دادن در رابطه با حمله به ایران، و توی این حمله اینا F-15 ها و F-35 ها رو با هم دیگه شبکه کردن. F-35 مزیتش اینه که بلند پرواز بکنه و در واقع خدمت شما عرض بکنم یکی از دلایل پنهانکاریش اصلا همینه. و F-15 به عنوان کریر و حمال و باربر در واقع استفاده میکنه. هر کنه مثل 4 تا موشک هم مثلا حمل کنه، او از بالا در واقع اینا رو شبکه کرده، مثل مغز فرماندهی عمل میکنه و اینها که شلیک میکنن موشکو و او هدایت میکنه، چون خودش نمیتونه. اگر اون حمل بکنه دیگه در واقع از رادار گریزی در واقع خارج میشه و مزیتشو از دست میده، نمیتونه بلند پرواز کنه، باید بیاد پایینتر پرواز بکنه و یا موشکایی که میخوان استفاده کنن، اگه موشکای بزرگ باشن اصلا تو مخزنش جا نمیگیره، اگه بیرون هم باشه باز دوباره اون رو از رادار گریزی در واقع خارج میکنه. این تمرین انجام دادم. حتی اگه خاطرتون باشه همون 3-4 سال پیش عرض کردم که اینا رفته بودن از اونجا که S-300 ما به S-300 که اوکراینی‌ها داشتن شبیه بود، رفته بودن با اوکراینی‌ها مانور انجام داده بودن. اون موقع هنوز جنگ روسیه اوکراین اتفاق نیفتاده بود. از توان در واقع نظامی و همکاری نظامی که داشتن با اوکراینی‌ها اینا بهره برده بودن و آماده بودن. منطقاً این پیش بینی میشد که اینا از شمال عراق بیان، به خاطر اینکه منطقه شمال عراق دست
در واقع کرد هاست، یه بخشش دست ترکیه هاست، یعنی منطقه بی صاحبیه یعنی واقع کلمه. از سمت مدیترانه که دست نیروهای تکفیریه اون ادلب، و وقتی هر چی بیاد دست نیروهای کرده و عملاً به یک منطقه‌ایه که نه شما بگی مثلا حاکمیتی در اونجا وجود داره. بهترین منطقه بوده برای حمله، همونجا رو انجام دادن. تو عراق همه شلیکاشون رو انجام دادن. اینطوری به نظر میرسه که هیچ هواپیمایی وارد مرزهای جمهوری اسلامی ایران نشده و عملیات اونطور که گالانت داره میگه عملیات سید انجام داده. عملیات سید یعنی که عملیاتی که علیه خود سامانه پدافندی انجام بدن، یعنی پدافند رو بزنن که چشم کور کنن که بتونن دستشون در واقع بازتر باشه. خب امریکایی‌ها شب گذشته از رامشتاین آلمان نزدیک 30 تا فروند F-16 آوردن به عربستان، عین همون کاری که قبلا هم از آلمان بلند شده بودن برای حمایت از ترور شهید سلیمانی که اگر همون موقع ما پاسخی داریم بخوان حمایت کنن. این اتفاق افتاد و یعنی آمریکایی‌ها همکاری کردن، در این تردیدی وجود نداره. خب کشورهایی هم که به هر نوعی همکاری کرده باشن، حالا حتما منابع نظامی ما، مسئولین نظامی ما مطلع هستن، چه پاسخی صلاح بدونن بدن ما هم در واقع منتظریم و همونطور که رهبرمون گفتن ما نه شتاب زاده عمل میکنیم و نه تعلل میکنیم، باید بایستیم به وقتش این کار انجام بدیم. همونطور که بخوام به خدمتتون عرض بکنم صهیونیست‌ها بعد از ضربه و بعد استفاده خوردن ببین چقدر زمان برد تا خودشون آماده کنن برای عملیات. این نباشه که یه وقت حالا مردم عزیز نمیدونم مطالبه‌ای داریم، بله مطالبه خوبه، اما این نباشه که یه وقت خود این مطالبه جوری باشه که به دستگاه نظامی ما و به نیروی نظامی ما یه فشار مضاعفی رو وارد بکنه و اونها رو به زحمت و سختی بندازه. فلذا باید با دقت، با حوصله به وقت شما شک نکنید که نیروی نظامی و امنیتی ما با غیرتن، هرگز سر یک وجب خاکشون معامله نخواهند کرد. سالها بوده تو این ما دیگه بعد از صفویه فقط کشور از دست دادیم، منطقه از دست دادیم. خب اما تو 45 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بود دیگه گذشت اون زمانی که یه نفر از این ور ایران میومد شخ میزد از اون طرف میومد، نه با کل دنیا وایستادیم جلوی رژیم بس. الانم تنها کسی هستیم که تونسته بخوابونه زیر گوش اسرائیل و دق و دلی همه رو در بیاره. همینو متوجه شدن. خب و این جمهوری اسلامی انشالله خداوند توفیق بده. ما دعا میکنیم برای نیروی نظامیمون، نیروی نظامی و امنیتیمون و این کاری که حداقل کاری که از دست ما برمیاد. خب ممکنه این کار با خرابکاری هم همراه بوده باشه، مثل ماجرای اصفهان که همزمان که حالا اینا مثلا هواپیماشون آوردن روی عراق، ریز پرنده‌ای هم رو اصفهان در واقع بلند کردن. اما موقع اونطور که مطرح شد تو رسانه‌ها، حالا خیلی نمیشه اینا رو دقیق گفت و زد و نقیض مطالبی نقل شد که مثلا از این 4 تا ریز پرنده که بلند کردن 3 تاشو پدافند زده. پدافندم که فوق العاده عمل کرد، واقعا خدا قوت باید گفت برادران عزیز در خاتم الانبیا، پدافند ارتش زحمت کشتن. شرق که اصلا خیلی عالی عمل کرده بودن و غیر اونم همینه، چون اینا مدعیان 100 فروند هواپیما بلند کردن، 100 تا جنگنده بلند کردن. خب 100 تا، حالا من نمیدونم عدد رو چه حسابی دارن میگن درست است یا نه، اگه ادعای خودشون رو صحیح بدونیم هر کدوم اینا فقط یه موشک شلیک کرده باشه. خب این 100 فروند چیزی کمی نیستش. خب اون چیزی که الان داریم میبینیم عملا همه دنیا دارن تمسخرشون میکنن، دارن مسخرهشون میکنن، یعنی اتفاقی که میخواستن نیفتاد. همزمان حزب الله لبنان به نهاریا تل‌آویو حمله کرد، پایگاهشون هم مورد هدف قرار. ظهر هم دوباره یک صابونسازی اساسی انجام داده از اینا و به حزب الله محل استقرار جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حمله کرده. محضر شما عرض بکنم که باید پاسخ بگیرن، چون قبح حمله به مرزهای ما بعد از جنگ 8 ساله دوباره شکسته شده. این نباید این باشه که به این سادگی بتونن کسی بیاد قبح و خط قرمز ما رد بکنه و الا قدم به قدم اینا پیش میان. هر گونه تعرض به ایران باید مساوی با مرگ پنداشته بشه، هیچ کس نه، وگرنه بقیه کشورهای دیگه هم روشون باز میشه. خب باید بفهمن که پاسخ قاطع و محکم خواهند گرفت. همزمانی این با حمله جند الشیطان جیش الظلم به پاسگاه مرزی ما که محضر شما عرض بکنم، خب واقعا در تفتان 10 نفر از عزیزان نیروی انتظامی ما به شهادت رسیدن. زنگ زدن 110
اینا رفتن برای کمک، موقع برگشت توی کمین انداختن و خب این همزمانی نشون میده که نیروهای تکفیری تحت امر کیان. این خیلی واضحه، همزمانی اینکه حزب الله لبنان داره میزنه میفهمه که تو جبهه مقاومت، بله بدیهیه. خب اما همزمان که تکفیری ها و وهابی ها تو جبهه‌ای دارن عمل میکنن که نهایتاً سردمدارانش هم لیبرالیستان، خب همین غربی هایی هستن که دم از حقوق بشر و اینها میزنن، براشون سربریدن این چیز اصلا مسئله نیست، اینا همشون کودک کشن. اینا اگر شما اسلام مد نظر اینا رو داشته باشی، هر غلطی خواستی بکنی با اینا باش، هر نوع اسلامی داشته باشی مشکلی ندارن. این نهایت پدر سوختگی ایناست. خب انتقاد خود صهیونیستان نشون میداد که اونها عملیات کوچیک انجام ندادن، اینکه 100 تا جنگنده بلند کنن. این نشون میده که هدفمند خیلی خوب عمل کرده. اینا یه وقت برداشت غلط نشه ها، بگن آقا چیزی نبود اینا. نه، ببین صراحتاً لاپید میگه حمله ضعیفی بود. آمریکا صراحتاً اعلام میکنه ما مشارکت نداشتیم، ادامه ندید. اسم عملیاتو گذاشتن روزهای توبه، یوم نورعیم. به 10 روز اول از ماه تشری میگن. تشری تو زبان اکدی به معنی شروع، همین تشرین الاول، تشرین الثانی که تو عربی هم داریم که ماه اکتبر نوامبر میشه، از همین ریشه گرفته شده. این با روششونا شروع میشه. روش یا رأس، رأس شها یعنی الف و لام تعریف، شنه همین سنه است، یعنی رأس السنه، شروع سال. خب بعد 10 روز بعدش هم که میشه یوم کیپور. یوم کیپور هم که روز کپره و کفره و کفاره است، روز بخشیده شدن. اینکه در زبان عربی همین کپره همین ریشه رو داره. ریشش اصلش فارسیه، همین کپرنشین که میگه به معنی پوشش، از همین گرفته شده. کپ کلاه، پوشیدن. همین خدمت شما عرض بکنم که کیپا تو زبان عبری میگن به معنی این عرقچینی که روی سرشون میذارن، همین ریشه گرفته به معنی پوشاندن گناه. به کشاورز هم عرب ها میگن کافر، به معنی که دانه رو میپوشونه، خاک روش میده. این روز در واقع کفاره شونه، روزی که بعد بشینن به کار بدشون فکر بکنن و خدا ببخشدشون. این 10 روز همون 10 روزی که در قرآن بهش اشاره شده ها، و اتممنا بعشر. خب که ما 10 روز بهش اضافه کردیم و اون 40 روز در واقع کامل میشه. این که اسم این عملیاتو گذاشتن روزهای توبه میگن. خب خواستن مثلا برای خودشون یه نمادسازی برای جامعه خودشون انجام بدن. به این دقت بفرمایید، رژیم صهیونیستی برای چی گالانت اون فضاحت رو بار میاره، برمی‌داره میاره عکس آتش سوزی 3 سال پیش تهرانو، خب به عنوان روی مانیتور می‌ریزن تو اتاق جنگ، مثلا نشسته که داره نگاه میکنه، مثلا انگار اینا تونستن تو تهران آتش در بیارن. اینا به شدت دنبال بودن 4 تا آتش سوزی تو تهران اتفاق بیفته، اینا عنایت داشته باشید که موفق نشدن. مجبور شدن از این عکس‌ها استفاده کنن. آبروی خودشون برای چی میخوان ببرن؟ برای اینکه جامعه صهیونیستی امروز نیاز به این تقویت داره، تقویت روحیه داره، برای اینکه نابود شده بعد از عملیات بعد از صادق. این موشک‌ها در امنیتی ترین جای ممکن خوابیده، یعنی فردا میتونه دیمونا هم بخوره، تک تک اون شهرها هم میتونه هدف قرار بگیره. به مراتب زدن شهرها آسان تره، به مراتب آسان تره. این می‌خواسته چیکار بکنه؟ برای همین می‌خواستن یه گندگی بکنن، یه خورده مثلا بزرگ نمایی بکنن و همین هم نگرفته دیگه. دارم خدمتتون عرض میکنم شبکه 12 رژیم صهیونیستی و همین محضر شما عرض میکنم گالانت برمی‌دارم یه تصویر قدیمی استفاده میکنن، تصویر جعلی. جالب، همزمان کاهشی شدن قیمت دلار بوده، سبز شدن بورس بوده. اینا خب اثراتی داره دیگه، یعنی اون میخواسته یک تأثیری بذاره روی جامعه رژیم فلسطین اشغال، روی یهودیای خودشون، روی صهیونیستای خودشون، یک تأثیر بذاره رو جامعه ایران، یه تأثیر جهانی هم بذاره، بگه که نه من هنوز رژیم شکست ناپذیرم و نمیدونم چه. همه الان دارن قضاوتشون میکنن، ما نمیگیم، خودشون هم دارن میگن که آقا اصلا حمله مزخرف بوده. اسرائیل هایی هم میگه مانند حمله موشکی ایران چشمگیر نبود. اون حمله که ایران به ما کرد خیلی چشمگیرتر بود. اکسیوس میگه که گویا ایرانی از قبل خبر داشتن، یعنی انقدر خوب دفاع تونستن بکنن. هم حزبی نتانیاهو در کنست میگه که مایه تأسف بود. شبکه 13 اسرائیل میگه ناامید کننده بود. لیبرمن میگه نمایشی بود. مناشه امیر میگه چرا به وعده خودتون وفا نکردید؟ مگه قرار بود مجازات سخت داشته باشید، واکنش سخت داشته باشید؟ گاردین میگه عملکرد پدافند ایران فراتر از انتظار بود. ببینید همینا کنار هم میشینه، یعنی چی؟ یعنی کار بزرگی خواستن رقم بزنن.
و عملیات ترکیبی انجام دادن. اون چیزی که ما در تهران دیدیم این که به ظاهر 23 میلیمتری بودونه که داشت میزد، اینا یعنی چی؟ بر ریز پرنده بوده. یعنی این در داخل هم شیطنت‌های صورت گرفته. همیشه بالاخره بودن، همونطور که متاسفانه از مرزهای ما قاچاق میتونه بیاد و اینا گروه‌های وارد میشن و چه می‌دونن این کلیشات‌ها این پهپادو بلند میکنن که این تمرکز دستگاه خدمت شما اصلا پدافندی ما رو بگیره. اما خب تهران خیلی خوب عمل شده، موفق عمل کرده و با این هماهنگی کامل انجام شده. یعنی کل ناتو، امریکا، طبق معمول دوباره همین کشورهای عربی، بله در حمله بیا از آسمان عربستان استفاده بکنی فلان، این نبوده. خب بقیه کشورها باید بررسی بشه. حالا نمیتونیم ما قطعیت بگیم حتما نبوده، باید بررسی بشه. جمهوری آذربایجان ویژه باید بررسی بشه، چون همین دیشب احتمالاً خبرش رو دیدید که پهپادی که دائم دور میزد در جنوب باکو و شمال غرب ما، پهپاد شناسایی بودیم، دائم یک حرکت تکراری داشت انجام میداد، یه لوپی رو میچرخید حرکت میکرد. یا گلف استریم رژیم که سمت در واقع قفقاز پرواز داشته. اینا مسئله مهمیه، اینا باید رسیدگی بشه، بررسی بشه و حتما بدونید که مسئولین نظامی کشور ما بهشون اعتماد کامل داریم، خدا قوت بهشون میگیم. این شهیدای عزیزی که نه هر کدوم ضایعی است برای ما، جوانانی که داریم از دست میدیم. منتها خب این مملکت همین بوده همیشه با این فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها. من اسکرینی دیدم، تصویری دیدم از چتی که با دوستش داشته، یکی از این شهدای عزیز که میگه نه تو راحت باش بخواب. خب واقعا همین بود. من که خودم متوجه نشدم، یعنی صبح بلند شدیم بریم سر کار صبحونه بخوریم، بعد یا از خانواده گفتم متوجه میشم تو اینترنت میگن زدن. یعنی من که نشنیدم واقعا. من حالا شاید نمیدونم خسته بودم چطور بوده، من که صدا هیچی نشنیدم. حالا جای مختلف، شهر بزرگی سالا صدا متفاوت شاید پخش بشه این ور اون ور، اما ما راحت بودیم دیشب. ببینید جالب، اونها حمله کردن خودشون رفتن توی پناهگاه. عجیبه. اگه شما حمله کردید شما راحت خوابین، شما تو پناهگاه خاصی هم رفته این آقای نتانیاهو، خیلی نمیشه توضیح داد، برازنده خودشه. محضر شما عرض بشم که بله این نکاتی که من نوشتم. یه نکته دیگه هم بگم که تایمی انتخاب شد خب در آستانه انتخابات آمریکا به خاطر اینکه دست ایران بسته باشه. ببینید جمهوری اسلامی خوب میدونه که اسرائیلی ها تمایل دارن با ایجاد تنش بر روی انتخابات آمریکا تأثیر بذارن و فردی که بیشتر به نفع اوناست و مد نظر اوناست ترامپ رأی بیاره. خب اینجا هم باید دقت کرد. یعنی این عملیات سیاسی گسترده انجام شد، یعنی زحماتی کشیدن دیپلمات های ما چندین کشور، بعضی از این کشورها بعد 17 سال 10 سال نمیدونم چقدر ما دوباره خدمت شما عرض کنم ارتباطی برقرار شد به این شکل، سفری به اونجا انجام شد، به همه هشدار داده شد. یه کار ترکیبی خیلی خوب بین دستگاه دیپلماسی و سیاسی کشور و دستگاه امنیتی و نظامی بود. به همه اونها ما محضر شما عرض بکنم که خدا قوت میگیم. اما فراموش نکنیم در پایان اینکه همین فرمایش رهبر انقلاب فرمایش صحیح و درستیه. نه شتاب زده باید عمل کرد، نه تعلل کرد. اما از این که خط قرمز حمله به کشورمون شکسته شده ما هرگز کوتاه نمیایم. مطالبه همه مردمه و همونطور که من دیدم خبرگزاری زن به نقل از برخی از مسئولین که پاسخ قاطعی پاسخ داده خواهد شد. خب این در جای خودش ارزشمنده. منتها ما تو پازل اونها نباید بازی بکنیم. همونطور که در ماجرای وعده صادق 2 هم همین شد. نیاز به یک سری هماهنگی‌ها بود، نیاز به یک سری اتمام حجت‌های سیاسی بود. همینا انجام شد. به وقت شما دیدید که عملیات شکوهمندی بود که دل تمام مستضعفین و مظلومین جهان رو در اقصا نقاط دنیا شاد کرد، تحقیر کرد رژیم صهیونیستی رو و دست برتر جمهوری اسلامی رو در دنیا نشان داد. ما تا دیروز به عنوان قدرت موشکی ما رو می‌دادن، امروز یه قدرت پدافندی هم می‌بینن. واقعا درخواستی از مسئولین محترم داریم، از مجلس شورای اسلامی داریم که برای گسترش و خدمت شما عرض کنم توسعه فناوری که در حوزه پدافند هست هم باید هر کاری از دستش برمیاد در بودجه‌ای که میتونه اختصاص بده، در کمک‌هایی که مسئولین میتونن بکنن حتما باید انجام بشه. روزی به نظر نزدیک ما خواهیم دید که ایران اسلامی یک قدرت بلا رقیب هست در نه تنها منطقه، در جهان و هیچ کسی جرأت اینو نداره که چپ به جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنه و اینم دستیافتنیه. اتفاقات این 6 ماه گذشته نشون داد واقعا دستیافتنی و دور از ذهن واقعا نیستش. خب پدافند ما خیلی خوب عمل کرد، یعنی واقعا
برای ما نه، اما برای دشمن همه گفتن، همون که عرض کردم خدمتون، فراتر از انتظار. اتفاق خاصی نیفتاد، کمان که اینا دنبال این بودن، عرض کردم یا آتیشی، یه چیزی، یه تصویر از آتیش و شعله در تهران داشته باشن، کمان که دستشون نیامد مجبور شدن به تصاویر آرشیوی و تصاویر لبنان و تصاویر حمله خود ما به اسرائیل. این دیگه این خیلی عجیب بود که جایی که خودشون خوردن از اون تصویر بیان در واقع بخوان استفاده کنن. یه نکته به محضر شما عرض بکنم، رژیم صهیونیستی که کار دیگه که تو این ایام زمان خرید که بتونه همین جیش و ظلم رو سر خط کنه. بالاخره این هماهنگیایی که لازم داره و بالاخره یه لوجستیکی میخواد، این مواد منفجره، اسلحه، هر چی هست، برای اینکه اینا تونه سر خط بکنه که بگه ببینید نگاه کنید او دنبال این بود که خودش نزده باشه. خب چون نمیتونه و میترسه، اما آمار تعداد شهدای زیادی از ایران مخابره بشه. این دو تا کنار هم بذارید چیه؟ یکی باید عملیات تروریستی انجام بده، این طرف بیاد این کار، یا مثل کاری که تو اصفهان انجام دادن، تو عراق موشک شلیک کردن، بوستراش هم پیدا شد، اینجا هم چند تا ریس پرنده عمل کرد، هوا کردن، انگار که این همون است. یعنی صدای انفجار با یه چیز دیگه در بیار، این طرف چیزی شلیک کنه، انگار این ادامه اونه. خواستن اینو القا کنن، نتونستن. یکی دیگه کاری که دارن انجام میدن و خیلی من احساس خطر میکنم اینه که واقعا اینا میخوان سوریه رو به نظر من به هم بریزن. ترکیه، این اتفاقی که در حمله به هوافضای ترکیه اتفاق افتاد و من حدسم میزدم، سخنرانی داشتم در شهریار، همونجا گفتم، ما تو راه بودیم در واقع این حمله رو خبرش شنیدیم، من اونجا عرض کردم تو سخنرانی که اگر اینو PKK گردن گرفت، خب این خیلی مشکوکه، احتمال داره کار خود همیناست، یعنی با هماهنگی اتفاق افتاده. بالاخره این دستگاه امنیتی سوار میشن روی جریان‌های مخالف خودشون و بعضن جهت میدن، خب یا حتی کار خودشون باشه اونا هم خدا خواسته گردن بگیرن. یه زمانی بود هر کسی هر کاری میکرد هر جای داعش گردن میگرفت، خب در سوریه و عراق و اینطور. بعد به بهانه این ترکیه بخواد وارد شمال سوریه بشه که بتونه یه خط لوجستیک فراهم بکنه. اینی که دارم میگم خدمت شما عرض کنم، این که الان عرض کنم خبره که پهپادهای انتحاری اوکراینی با کاربر اوکراینی، یعنی با اپراتور اوکراینی وارد سوریه کردن در ادلب و داره آموزش میدن به تکفیریا. اینا میخوان دولت سوریه رو درگیر بکنن، سوریه رو دچار آشوب بکنن و اونجا بارانداز جبهه مقاومت سوریه و لوجستیک اونجاست، مهمه. سوریه رو من بریزن بتونن همون که عرض کردم بین مرز اردن و رژیم صهیونیستی با سوریه یک منطقه حائل درست کنن، بین استان‌های جنوبی و جنوب غربی بتونن یک حائل درست بکنن، برای اینکه نگرانن. رژیم یکی از نگرانی جدیش ورود زمینی از سمت جولانه که محور مقاومت از اونجا عملیات زمینی انجام بده. مسئله بعدی اینه که الان شمال غزه رو که خالی کرده، میخواد یه خط حائل درست بکنه در جنوب لبنان و این لبنانی‌ها رو حزب الله رو در واقع فشار بیاره، اینا رو خارج بکنه تا جنوب رودخانه لیتانی که خیالش راحت بشه بگه من دیگه بالاخره این همه جنایت کردم، به یه هدفی، به یه مقصودی برسم. فکر نمی‌کردن اینطور توی 5 متر 100 متر تاش 500 متر الان لب مرز درگیرن، نتونستن وارد بشن، به شدت با مقاومت مواجه شدن. اینا فکر می‌کردن اگر رأس لبنان و بدنه رو بزنن، بدنه فرماندهی رو، اینا اصلا میپاشن، هر جای دیگه بود فرار میکردن میرفتن. ارتش اصلا میپاشه، سربازاش نمیدونن باید چیکار کنن، بلند میشن میرن. اما واقعا عجیب بود برای خود منم که اینطور با وجود اون عملیات پیجرها، فقط این نبود که مثلا 10-12 نفر شهید بکنن، 2-3 هزار نفرم توی عملیات پیجرها اینا زیر ضربه بردن. با این وجود حزب الله تونست حفظ بکنه و فراموش نکنیم برای ما عادی شده حزب الله 2 تا اینا کشت، 3 تا از اینا کشت تو کمین انداخت. این کار آسونی نیست. اینا دوره دیدن، اینا نهایت تکنولوژی دنیا دست ایناست، تا دندان مسلح به معنی واقعی کلمه. شما میگی آقا فلان یه تانک دیگه مرکابا زدن، انگار مثلا شکلات، مثلا یه پراید تو خیابون تصادف کرده. اینجوری نیست، واقعا سخت. اینا سامانهای، همون تانک برای دفاع از خودش سامانهای آنچنانی دارد، یعنی باید بدونیم کار بسیار بزرگی داره انجام میشه، بسیاری از تکنولوژی نظامی داره تحقیر میشه، اینو بدونیم. پس همزمان رژیم دنبال اینه که هم شرق ما رو درگیر کنه، در داخل داره روی این بحث پروژه مهاجرین کار میکنه. در این تردید نداشته باشید، خیلی باید مراقب بود. من همین سخنرانی شهریار کامل توضیح دادم، اون رو برید گوش بکنید که باید مراقب بود. برنامه دارن، سوریه رو میخواد درگیر کنه، عراق رو میخواد درگیر کنه، میخواد محور مقاومت رو درگیر خودش کنه، به خاطر اینکه کم آورده. الان 1 ساله این همه کشته داده رژیم، مثلا آدم جنگ های اینجوری نیست.
چرا اینطوری پس داره میجنگه؟ به خاطر اینکه آخر خودش رسیده، میدونه براش مرگ و زندگی، باید بتونه تمام بکنه، باید بتونه کارو تموم کنه. از اون طرف هم میدونیم نتانیاهو هم به این جنگا نیاز داره، شخص نتانیاهو، نه فقط رژیم. بله اختلاف نظر دارن، نهایتا هم دستگاه امنیتیشون داره، موساد و نمیدونم شاباک و غیره و امان اینا دارن باش همکاری میکنن، بینشون اختلاف نظر است، بین همین نتانیاهو و گالانت کلی اختلاف نظر است. اما در مجموع اینم میدونیم که شخص نتانیاهو هم موثره در این مسئله. اما این که اینو تقلیل بدیم به نتانیاهو هم خیلی حرف احمقانه. نه، رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که باید بتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه و مرگ و این نبرد در اون نبرد مرگ و زندگی. مراقب سوریه باید بود و نمیدونم ولی این عملکرد ترکیه از چه جهته، چرا دارن این کارو میکنن و نمیدونم که، یعنی میدونم خب اینکه یه خورده دارم دیپلماتیک حرف میزنم، شما منظور بنده رو متوجه شدی. از اون طرف نمیدونم تامین سوخت رژیم صهیونیستی داره صورت میگیره، یا کلی کریخونیای الکی اگر به لبنان حمله کنن فلان میکنن، چی شد؟ یا بیانیه‌ها و یه شدید اللحنی که داره میشه، خب چی شد؟ یعنی کجاست الان؟ یا همکاری‌هایی که عربستان سعودی داره در حوزه رسانه‌ای با اینا میکنه. من نمیدونم میخواد جنگ رسانه‌ای رو از جنگ نظامی تفکیک کنیم؟ خب اینا همش یکیه، این بوق جنگی اونه. همزمان با عملیاتشون العربیه نمیدونم چه و چه و چه، این شبکه‌های سعودی تمام قد در خدمت رژیم صهیونیستی. اینا باید واقعا بهشون هشدار داده بشه، اینا باید بفهمن این خبری که اون پخش میکنه فرقی با اون موشکی نداره، ای بسا بدتره، ای بسا بدتره. الان ببینید صهیونیست‌ها تو کل دنیا، من ایران اینترنشنال یه کلیپ ازش دیدم، اینا زدن فلان کردن، 10 ها کشته، نمیدونم کجا رو داره میگه. میبینید اون میخواد القا کنه، میخواد آبروی خودش رو بازیابی کنه. اصلا اینکه اسرائیل داره این کارو میکنه یعنی نیاز به این بازیابی آبرو داره. دقیقاً باید دست گذاشت همینجا، یعنی نقطه ضعفش همینجاست، همینجا رو باید مورد هدف قرار داد. ببخشید سرتون رو درد آوردم، ان شاءالله مفید و فایده بوده باشه. تعجیل الفرج امام زمان صلوات بفرمایید.